این فال میتونه برای تو شوکه کننده باشه، چون قراره یه پیشگویی خیلی هیجان برانگیز از آینده رابطه عاطفی با هم داشته باشیم. دوبار بزن روی صفحه انرژی تو با من هم فرکانس کن و با من نیت کن تا از اتفاقات رابطه عاطفیت خبردار بشی. ازت میخوام که به حس ششم و شهود خودت اعتماد بکنی. 2 دسته کارت به نیابت از تو انتخاب میشه و همینجا تفسیر برای شما گذاشته میشه. دسته کارت اول، و دسته کارت دوم، بریم که با هم دیگه تفسیر رو گوش بدیم. اگر دسته کارت اول رو انتخاب کردی تا 4 وعده آینده که 4 وعده نزدیک مثل 4 روز، 14 روز، 24 روز، تاریخی که توش 4 داره، دیدار و ملاقات با شخص عاطفی یا شخصی که برش نیت کردی داری. میتونه توی یک مکانی باشه به قصد دوره همی، توی یک خونه باشه، کافی شاپ باشه، رستوران باشه، یه جایی شما دیدار و ملاقات خواهید داشت که توی اون مکانی دلخوری و ناراحتی برای شما پیش میاد، یا بلافاصله بعد از اون در واقع دیدار و ملاقاتی که دارید دلخوری پیش میاد که میتونه 5 وعده بعد از این دیدار باشه، یا اینکه توی همون دیدار و ملاقات ناراحتی عاطفی برای شما پیش بیاد. آقای این ارتباط رو من دارم ناراحت میبینم و یه مقدار اعتماد به نفس پایینی داره توی این ارتباط، و خانم ارتباط به لحاظ عاطفی در واقع ناراحتی زیاد و بلا تکلیفی زیادی رو من دارم برش میبینم. این ارتباط میتونه ارتباطی باشه که شما به مدت 7 وعده طولانی توش بلا تکلیف هستید و یک موضوع نامشخصی توی این ارتباط وجود داره که برای شما به طور دوره‌ای داره چالش ایجاد میکنه. پس بهتره که برای چالشی که توی ارتباطتون وجود داره حتما تا 7 وعده آینده بتونید یک راه حل پیدا بکنید. اگر مورد بیمهری قرار میگیره توی این ارتباط و این ارتباط مدام دچار بالا پایین شدن و تق و لقی میشه، باید بدونی از این مرحله عبور میکنید تا 6 وعده آینده که میتونه 6 وعده طولانی مثل 60 روز باشه. شما از این در واقع بحران توی ارتباطتون عبور میکنید و سرانجام یک رابطه خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای پیش روی شما خواهد بود و اتفاقات خیلی خوبی سر راهتون قرار میگیره. این ارتباط میتونه ارتباطی باشه که بعد از صبر طولانی که شما در واقع به خرج میدید سرانجام خیلی خوبی داشته باشه و اتفاقات خیلی خوب، موفقیت، پیروزی و آینده خیلی خوبی سر راه این ارتباط باشه، به شرط اینکه چالش هایی که وجود داره رو با کمک همدیگه برطرف کنید. خوشحال میشم این پست رو لایک کنید و پیج رو دنبال کنید و کلمه یا نور رو برای من توی کامنت ها بنویسید. و اما اگر دسته کارت دوم رو انتخاب کردی، این ارتباطیه که یه سری مسائل پشت پرده و مسائل پنهان توی این رابطه وجود داره و یه مقدار درگیری ذهنی، تردید، فکر و خیالات میتونه این فکر و خیالات به خاطر عدم وضوح و عدم شفافیت توی این ارتباط باشه. یه سری پنهانکاری ها، یه سری چالش ها و مسائل پشت پرده وجود داره که درد سرساز هستش توی این ارتباط، مخصوصا که اگر آقای این ارتباط توی حروف اسمیش هی 2 چشم، دال، که و جیم داره، مثل مهدی، جواد، کاوه و میتونید اسم بسازید با این حروف اسمی. این شخص میتونه یه مقدار شیطنت داشته باشه یا به لحاظ عاطفی نوسان‌های عاطفی داشته باشه که روی این ارتباط تاثیرگذاره، یا یه سری پنهانکاری ها داشته باشه، یه سری مسائلی رو پنهان بکنه که یه سری ذهنیت و فکر و خیال توی این ارتباط وارد میکنه و ارتباط رو دچار چالش میکنه. آدمیه که میتونه جاه طلب یا خودخواه و مغرور باشه، آدمیه که دوست داره اوضاع بر وفق مرادش باشه و همیشه خودش تصمیم گیرنده باشه، خودش تعیین تکلیف بکنه و دنبال رضایت فوق‌العاده بالایی از ارتباط میگرده و آدمیه که میتونه یه مقدار عدم صداقت توی این رابطه داشته باشه و موضوع و مسئله‌ای رو پنهان بکنه. هر مسئله و موضوعی که این شخص داره پنهان میکنه تا 5 وعده نسبتاً طولانی مثل 50 روز، 55 روز، 5 ماه آینده، وعده 5 طولانی میتونه برملا بشه. بالاخره این شخص هر موضوعی رو که داره پنهان میکنه بالاخره دستش رو میشه و برملا میشه. فقط بهتره که شما نسبت به این شخص یه مقداری هوشیارتر و آگاهتر باشید. خوشحال میشم این قلب بیرنگ و پررنگ کنی و پیج رو دنبال کنی و کلمه یا نور رو برای رو شدن دستش توی کامنت بنویسی.